بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، همین هفته اکثریت شمایان مرا درباره جشن سال نو پرسیدید که آیا در عائله مسلمان ممکن است سال نو را چگونه که غیر مسلمان ها جشن میگیرند جشن گیریم، در این شب 31 شیرینی پزیم یا به مهمانی رویم یا در جشن سال نو فرزندان ما اشتراک کنند یا نکنند و نظر شریعت در این باره چی است؟ اگرچه در این باره خیلی زیاد استادا صحبت کردگی هستند، ولی اکثریت خواهران که خیلی احترامشان میکنم گفتن باز میخوایم از شما بشنویم. بیاید اولا یک مقدمه کوچک درباره سال نو داشته باشه. خواهران عزیز، از شمایان یک شما خواهش میکنم، الان ما اینترنت داریم، برای وسیع گشتن معلومات خود هر یک اید رو میتوانید از اینترنت پیدا کنید، خب با زبان روسی باشد، خب فارسی باشد، خب انگلیسی باشد، خب عربی باشد. شما میتوانید درباره هر یک جشن یک معلومات خوب در معرفت نامه پیدا کنید. مثلا وقتی سال نو رو من در یک چند سایت ها دربارش کافت و کاف کردم و این چنین در بعضی کتاب های تاریخ در اونجا نوشته می شود که سال نو خود ماه ینور که در زبان عربی ینایر میگویند نامی یکی از خداهای روم قدیم بود و هنوز حضرت عیسی نآمده رومی ها همین ماه را به نام خدایشان گذاشته بودند ینایر، و این چنین روزی یکم ینور رو روزی زاد روزی خودی اله یا خدای رومگویان جشن می گرفتند و کلندر رومی ها که 10 ماه بود 2 ماه دیگر اضافه شد و با ینایر شروع می شود و این نامی همین ماه نامی خدای رومی ها می باشد. و ببینید که تاریخ پیدایش همین عید یعنی عید ینایر، عید سال نو به خدای رومی ها رابطه دارد که حتی به به عیسی هیچ علاقه ندارد. بعد از تقریبا 10 سالی پیدا شدن این جشن که خود رومی ها پیدا کرده بودند، عیسی به دنیا می آیند و خود مسیحی ها سالها این عید را جشن می گرفتند. سالها برای آنکه مسیحی های اوله یا خریستیان ها به گفت خودمون که ما کلمه های روسی رو عادت کردیم زیاد استفاده کنیم از آن تاثیر شوروی و تاثیر مهاجرت به روسیه، خودی خریستیان ها هم این جشن رو هرگز همچون عید قبول نداشتند، برای آنکه آنها میگفتند این عید رومی ها هست و رومی ها میدانیم که دین آنها کاملا خلاف مسیحی بود تا که تقریبا پس از 400 سال مسیح از دنیا رفتن تمام امپراتورها مسیحی شدند و دیگر مسیحیت قوت سیاسی هم پیدا کرد. بعد از این با رومی ها اتفاق میکنند و مسیحی ها میگویند تقریبا عیسی هم 25 ینور در 25 دکبر در بعضی سخنهایشان 5 ینور یا 6 ینور که بین خود اختلاف دارند تولد شده است. بیاید ما این را به میلاد یا تولد ینایر نیو تولد عیسی خدای ما میگوییم که میدانیم مسیحیت پس از تقریبا 150 سال دیگر تبدیل یافته شده بود به یک دینی بت پرستی که از مسیح برای خود خدا ساخته بودند و همین گونه مسیحی ها و رومی ها اتفاق میکنند و این عید را به عید مسیح به میلاد مسیح یعنی میلاد خدای رومی و میلاد خدای ما گویان این را جشن میگیرند. پس وقتی پیامبر شده بودند پس از 700 سال مسیح گفتیم پیامبر میدونستند که این عید وجود داشت و رومی ها این را جشن می گرفتند، ولی در یگان جا نآمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم عید سال نو را جشن گرفته باشند یا اینکه صحابگان علما این عید را در ما هم هست با که ندارد ما هم به عیسی قرابت داریم گفته باشند. و برعکس میبینید که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه می آیند و میبینند که در مدینه 2 عید هست، اون هم عید عرب ها، عید فرهنگی عرب ها، یگان به مسیحیت رابطه ندارد با یهودیت رابطه ندارد. حدیث در مسند امام احمد است، پیامبر میگویند ان الله قد ابدلکم بهما خیرا منها، الله برای شما 2 روزی بهتر از این را داد، یوم الاضحی و یوم الفطر، روزی عید قربان و روزی عید رمضان، خرسندی ها را در این روزها کنید. دیگر عیدها را هرگز پیامبر قبول نکرده بودند. و خواهران عزیز، چیزی دیگر این است که در مسلمان ها
اید عبادت است. یعنی اید، روزهای اید همچون روزهای شعار پروردگار، روزهای معین کرده الله می باشد. برای همین هم در عید قربان هم در عید رمضان ما نماز عید داریم، ما صدقه داریم، ما قربانی داریم. یعنی روزهای عیدمان با عبادت آمیختگی دارد. ما همچون عید و همچون عبادت این روزها رو میگذرانیم و یگان روز عید دیگری رو پیامبر جشن نگرفته بودند، حتی مولود که دربارش من پیشتر صحبت کردم. و عجیبش این است که خواهران عزیز، وقتی به بخاری نگاه میکنیم، به حدیث های بخاری نگاه میکنیم، در آنجا پیامبر یک حدیث گفتگی هستند: لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر و ذراعا بذراع. شمایان ای مسلمان ها روز میرسد که راههایی که پیش از شما امتانی بوده طی کرده بودن قدم به قدم، وجب به وجب طی میکنید. یعنی جایی که آنها رفتن شما هم آنجا میروید. حتی لو سلکو حجر ضب لسلکتموه، حتی به خانه مور داخل شوند هم به گفته خودمان، یا به خانه کلپسه داخل شوند هم شما به آنجا داخل می شوید، اگرچه در آنجا زهر است، خطری است، نه شما از قفای آنها رفتن میگیرید. قلنا یا رسول الله الیهود و النصارى، صحابه میگویند پیش از شما بوده گفته شما یهود و نصرانی را در نظر دارید پیامبر الله؟ پیامبر میگن فمن، پس کیست؟ آنها را. یعنی ببینید که زمان شد که این حدیث الان دارد حقیقت پیدا میکند و حتی در کشورهای مثل عربستان سعودی و امارات هم میبینید که کشور با آن نام امارات و با آن بسم الله الرحمن الرحیم قانونش شروع می شود و در بیرقش لا اله الا الله هست، ارچه سال نوی را می مانند. ولیکن اگر به تاریخ نگاه کنیم، تا همین نزدیکی، تا تقریبا سالهای 1920 وقتی دین اسلام همچون یک دین و دولت بود و امارات بخارا وجود داشت، خلافت عثمانی وجود داشت و دیگر کشورهای مسلمان همگی با دین یعنی قانونشان بود، یگان این دولت ها سال نو را جشن نمی گرفتند. بعد از جنگ یکم جهان، علل خصوص پس از جنگ دوم جهان، وقتی تمام کشورهای مسلمان ها ضعیف شدند، این دین را دیگر دولتی قبول کردند و برای نابود کردن عقیده مسلمان ها دین مسیحی، دین کفار، حتی دین اله روم را که این عید عادی نیست، عید است به دین رابطه دارد و جشن گرفتن شروع کردند. برای همین خواهران عزیز، جشن گرفتن این عید نمیگوییم مکروه است، حرام مطلق است، گناه است و نباید یگان خانه مسلمان این عید را جشن گیرد و نباید یگان کودک مسلمان در این جشن ها اشتراک کند. باید مادران مسلمان، باید خواهران عزیز به کودکان خود بگوییم که این عیدی هست که ایمان ما را میشکند، اعتقاد ما را میشکند، شخصیت مسلمانی ما را نابود میکند. ببینید کدام مسیحی میرود عید قربان را جشن گیرد، کدام مسیحی عید رمضان را جشن میگیرد. آنها در این عیدها تماما پروایی ندارند، اما این مسلمان های ضعیف و ایمان هستند که عید آنها را همراه آنها و حتی با دادن هدایا قبول میکنند و این عید را قبول میکنند و جشن میگیرند. اما درباره بعضی از پدرکه های سال نوی یا تحفه های سال نوی که بعضی از کشورها میدهد، خواهران عزیز، وقتی که ما این عید را قبول نداریم اما آنها از پیش خود هدیه دادن، گرفتن آن هدیه باقی ندارد. برای آنکه در این باره اثر است از حضرت علی که ابن تیمیه هم آن را در کتابشان میآورند که در جشن نوروز که رابطه فقط به زردشت ها دارد، وقتی به حضرت علی در عراق پدرکه می شود یا گفتیم تحفه هدیه می شود، حضرت علی آن را قبول می کنند و قبول کردن تحفه از مسیحی ها جایز است، اما این معنای آن را ندارد که ما عید آنها را قبول داریم. و اگر هر یک مسلمان بگوید که چگونه که شمایان عید ما را قبول ندارید، ما هم این عید را قبول نداریم، ببینید یک مسلمان چقدر آبرویش، چقدر شخصیتش را نشان میدهد. ولی متاسفانه ما خیلی دوست می‌داریم برای خود را شیرین و گرم کردن، در عید آنها شریک باشیم، در لباس آنها شریک باشیم، حتی در دسترخوان های پر از نوشابه های مست کننده آنها شریک باشیم. این بود یک صحبت کوتاه من درباره جشن سال نو. امیدوار هستم که با ایمان قوی خود، خواهران عزیز من، خواهران و مادرانی که با من هستید، زیاد الکی با هم صحبت کردیم.
این عید را هم به فرزندان خود، هم به خویش و تبار خود، هم به دیگران میرساند که من مسلمانم و ایمان من اجازه نمیدهد که جشن سال نوی مسیحی یک طرف استد الهی روم را در خانه من قید کنند و به این چیز من راضی باشم. به این ایمان من هرگز اجازه نمیدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.